جینسینگ یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی در طب سنتی شرق آسیا است که به ریشه زندگی هم معروفه. این گیاه به ویژه در کره، چین و سیبری رشد میکنه و خواص بی‌نظیری برای بدن و ذهن داره. مهمترین خواص جینسینگ: 1. افزایش انرژی و رفع خستگی. جینسینگ یکی از بهترین تقویت کننده‌های طبیعی بدنه. مصرف منظمش باعث میشه بدن در برابر خستگی، ضعف و استرس مقاوم‌تر بشه. 2. بهبود عملکرد مغز. باعث تقویت حافظه، تمرکز و شادابی ذهنی میشه. بسیاری از دانشجوها و افراد پرکار ازش برای بالا بردن تمرکز استفاده میکنن. 3. افزایش قدرت جنسی و باروری. جینسینگ قرنهاست به عنوان تقویت کننده میل جنسی طبیعی شناخته میشه. هم در مردان و هم در زنان باعث افزایش انرژی جنسی و تعادل هورمونی میشه. 4. تقویت سیستم ایمنی. جینسینگ بدن را در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر میکنه و در پیشگیری از سرماخوردگی، آنفلوانزا و عفونت‌ها مؤثره. 5. کاهش استرس و اضطراب. خاصیت آداپتوژن داره، یعنی کمک میکنه بدن در برابر استرس‌های روحی و جسمی بهتر عمل کنه. 6. زیبایی و جوانی پوست. آنتی اکسیدان قوی در جینسینگ باعث کاهش چین و چروک، شادابی پوست و کند شدن روند پیری میشن. نحوه مصرف جینسینگ: 1. دمنوش جینسینگ. چند برش از ریشه خشک جینسینگ رو داخل آب جوش بنداز و بذار 1015 دقیقه دم بکشه. میتونی با عسل یا خرما شیرینش کنی. 2. پودر جینسینگ. روزی نصف قاشق چایخوری تا 1 قاشق چایخوری در آب گرم شیر یا اسموتی حل کن و بنوش. 3. کپسول یا قرص جینسینگ در داروخانه ها موجوده، ولی باید طبق دستور پزشک مصرف بشه. 4. عسل جینسینگ ترکیب طبیعی و خوش‌طعم برای تقویت بدن، مخصوصاً در صبح‌ها یا قبل از ورزش. در دوران بارداری و شیردهی با پزشک مشورت کن. زیاده روی در مصرف بیش از 2 گرم در روز ممکنه باعث بیخوابی یا تپش قلب بشه. برای اثرگذاری واقعی، مصرف منظم 3 تا 4 هفته پیشنهاد میشه. اگه دوست داری درباره گیاهان دارویی و خواص هر کدوم نکات بیشتری بدونی، دکمه سابسکرایب رو همینجا به همراه لایک کلیک کن تا از ویدیوهای بیشتری با خبر شی.